القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أفلا يتدبرون القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. الحمد لله رب العالمین. ستایش مخصوص الله است که پروردگار جهانیان است. الرحمن الرحیم. بخشنده مهربان است. مالک یوم الدین. مالک روز جزاست. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگارا، تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم. اهدنا الصراط المستقیم. ما را به راه راست هدایت فرما. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. راه کسانی که به آنان نعمت دادی، نه کسانی که بر آنان غضب کرده ای و نه گمراهان. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. اخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أفلا يتدبرون القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. الف لام میم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. این کتابی است که هیچ شکی در آن نیست و مایه هدایت پرهیزکاران است. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آن کسانی که به غیب ایمان می‌آورند و نماز برپا می‌دارند و از آنچه به ایشان روزی داده ایم انفاق می‌کنند. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. و آنان که به آنچه بر تو نازل شده و آنچه بر پیامبران پیش از تو نازل شده ایمان می‌آورند و به روز رستاخیز یقین دارند. اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. آنان از جانب پروردگارشان از هدایت برخوردارند و آنانند که رستگارند. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. برای کافران یکسان است که آنان را بیم دهی یا ندهی، در هر حال ایمان نمی آورند. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم
وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم. الله بر دلها و گوشهایشان مهر زده است و بر چشمهایشان پرده است و برای آنها عذاب بزرگی است. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنین. گروهی از مردم هستند که میگویند به الله و روز رستاخیز ایمان آورده ایم، در حالی که ایمان ندارند. یخادعون الله والذین آمنوا